تمرینی قبل اینکه شروع کنیم اول سوالا رو یه دور بریم. سلام. با عرض سلام. نگید حافظه بخواد بود. چی بگم؟ خودم معرف کنم؟ من باشم. خوبه. من آقا حاضرم بریم. یلدا. دیگه بلندترین شب ساله. It's the longest night of the year. تاریک ترین شب سالم هست. ها یلدا به معنی تولد روشناییه، یادم افتاد. تصویری که به ذهنم میاد هندونه و اناره. انار. That's a hard one not to say yeah to. Yeah, Anar is definitely my favorite. هندونه خوردن و لبو خوردن. واقعیت هندونه. آجی. کدو تنبل. ما درست میکنیم. رنگ قرمز. خیلی ساده است. کرسی. دور هم جمع شدن خانوادگی دور کرسی. خب من چون شکمو هم خوراکیایی که یلدا خورد میشه انار رو یادم رفت بگم فکر کنم توی حرفام. توی چای تازه و اینا اون قصه های قشنگ. یه شب سیاه با یه دونه ماه دور هم کنار خانواده بودن. کنار هم بودن. Family. It's about families getting together. برفم به ذهنم میاد. شاید برف میبارید اون روز. بیرون داره برف میاد بعضی وقتا. کنار هم بودنش مثلا فال حافظ گرفتن. Having nuts and sweets to get prepared for the long and cold winter. به نظر من یلدا یه چیزی بود مثل عید شکرگزاری. یه چیزی که همیشه اسم یلدا میاد به ذهنم میاد شب چله است. Yalda is about family get together. تاریخی برای فرهنگ ایرانی ها همیشه چیز منفی بوده. به خاطر این کنار هم قرار گرفتن خانواده در حقیقت گرمیه که در مقابل تاریکی قرار نماد جمع شدن خانواده‌ها برای یه شب خیلی قشنگه. چیز دیگه ای واقعا نیست، بقیه‌اش بهانه است. میدونم کلا 3 تا 40 روز هست تو سال. یکیش تو تابستونه، 2 تاش هم توی زمستون. این 40 روز اول شروع زمستون یکی از اون 3 تا 40 تا هستش. گفتن خاطرات بزرگترها از قدیما خاطرات 1000 بار هم میشن. یه جوری همه دور هم دیگه جمع میشن. بعد با هم آجیل و اینا میخورن، حرف میزنن. All night together, fruits, play music all night long and just tell stories and get together. It's about everything, I guess. I mean, everything goes together. It's about everything. Everything goes together. Funnest part. The fun part. من واقعا خیلی هیجان داشتم. When I was younger, my grandma used to live with us, so she was from Esfahan, so we had like a thick Esfahani accent. I remember her always being like, "Nana, خود آجیل الان بذار بزن و برقصیم." مثلا یادم اون شکلاتا و اینا رو مثلا همش می‌خوردم و اینا. Trying to cut the watermelon, and people were stressed out that is it going to be the best watermelon that we have or not. آره خیلی دور هم جمع می‌شدیم و در واقع شعر می‌خوندیم و بعد سالم آواز می‌خوندیم. بعد من نمی‌خونم. یه هفته مونده بود به مهمونی شب یلدا. من اینقدر هیجان داشتم که تکاپویی که بابا واسه خریدن میوه‌های سختم پیدا می‌شد، مثلا هندونه که قدیمیه برای عمم می‌برد، همیشه تو ذهنم بود که ای بابا باید بود دنبال هندونه واسه شب یلدا. Lots of dancing going on, yeah, many parties. قلیم کشیدنم متداول بوده. I'll be with my cousins and we will have a fun night and we will have nice stuff to eat. ما نداریم. ما نداریم. همیشه ما برنامه داشتیم دور هم جمع می‌شدیم. بعد آخرش هم شعر حافظ می‌خوندیم و اینا. حافظ برای من یعنی معنویت. شعر حافظ شاید این اواخر بیشتر بالا میگیریم. Yeah, sure, I do. It's part of our culture. قبول که ندارم ولی جالبه، دوست دارم. وقتی خونم خوشم میاد. آخه بعضی وقتا نمیاد، باز به باور نمیرسن که بار دیگه. میدونم یه شعر خیلی معروفی داره ولی الان یادم نیست. میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. یه چیز خیلی جالبی که در مورد اون روزا یادمه اینه که خیلی جو مثبت و پر انرژی. همیشه مامانم شام درست میکرد. انار همیشه
یه خوراک نسلی بود و آجیلش. مامان من همیشه هندونه رو من خالی میکرد توش و شمع میذاشت روشن میکرد. چون مادر پدر من از همه سنشون بیشتر بود، همیشه معمولا خونه ما بودش و همه خانواده دور هم جمع میشدیم و نمیدونم بزن برقصی بودش و خونه مامان بزرگ، بابا بزرگ اینا. My grandparents' home. بعدن که حالا دیگه متاسفانه حالا پدر بزرگم اینا فوت کردن اینا، چون پدر من خودش پسر بزرگ خانواده بود دیگه جمع می شدن خونه ما. Full with my uncles, with us, with cousins. بودن شیما امسال کنار من یه معنی دیگه. اینجا چی کم داره؟ ایرانو کم داره. اون محیط اون آدما نیستش دیگه، شاید حسه نیستش. حتی حالا سعی کنی حسه‌شو به وجود بیاری ولی خب الان دیگه جمع خانواده نیست دیگه. Of course, you're away from your family, from people that always are there for you and they're supporting you. حالا هواش فرق چندانی حالا با جشن‌های معمولی دیگه هم نمی‌کنه. Still never gonna be the feeling you get when you're in Iran for Yaldas. اون حال هوای کرسی رو داشته باشه. دیگه هوای وطن هم نداره دیگه، اینا کاریش نمیشه کرد. خارج از ایران سعی کردم همیشه شب یلدا رو داشته باشم. آدم احساس میکنه که یه چیزایی مثل شب یلدا رو اگه فراموش کنه یه قسمتی از هویت خودش رو از دست میده. خیلی کلا برام مهمه که سعی کنم هم کارهایی که ایران میکردم و همینجا ادامه بدم. مهمترین چیزی که داره اینه که به ما کمک میکنه تو این شب یهو دلگیر نشیم و یاد اون همه خاطره نیفتیم. دوستش هم میرفتیم خونه پدر بزرگم، خواهرام بودن، بچه‌های خواهرم بودن، مامانم بابام. خوب بود اگه خانوادم اینجا بودن یا من تو ایران بودم برای شب یلدا. من دوست داشتم خونه مامان بزرگم بودیم، مامان بزرگم بزرگ داشت. واقعیتش خیلی دوست داشتم کنار خانوادم بودم. I would love to be with my family, my parents, my sister, brother and their spouse and also my nephew. هم پدر مادرم و برادرم اینا، ولی دلم واسه پسرعموام و دخترعموام و پسرعموام و اینا خیلی تنگ شده واقعا. Yeah, Tehran, Iran would be definitely one of the places. تو این مهمونی و تو این مراسم همیشه خودم رو تو خونه مادر بزرگم اینا می‌بینم، یعنی اونجا و یه بهشتی بود. با هم دیگه انار میخورین یا هندونه میخورین، همین چیزای خیلی ساده میتونه خیلی لذتش بیشتر باشه کنار خانواده. اگه ایران بودم این کارا رو حتما میکردم، مثل همیشه میکردیم. حالا داستان مهاجرت همینه. داستان مهاجرت همینه. داستان مهاجرت همینه. ما امسال یه برنامه خیلی خاص داریم، چون که همه از خانواده‌ها دوریم. یه خانواده جدید داریم تشکیل میدیم که دور هم بشیم. It has changed here, but still I keep it alive. خوبیش اینه که با بچه‌ها خیلی هست. حالا متاسفانه خانواده دور و برمون نیستش. دور از خونه ایم و این منو یاد در واقع خانواده‌ام میندازه. سالهای پیش خانواده‌مون بودیم، الان پیش دوستانمونیم. واقعیتش اینه که پررنگ‌تر شده. همین مراسم و اینا هستش بیشتر آدم احساس راحتی میکنه. دوستا واقعا جاهاشون رو خیلی جایگاه خیلی خاصی دارن. یه شب یلدا هم که میشه، من یادمه که حتی اون بچه‌ای هم که زیاد آدمای تلویزیونی نیستن، شب یلدا که میشه دیگه همه با همین. برای شب یلدای امسال کچلواری دارم. شب قبل یلدا فکر میکنم که چه کراواتی میشونم. واقعا بگم 1-2 هفته مونده دیگه تو کمد من تصمیم گرفتم. Well, I started thinking about it like a couple of weeks before the event. الان اصلا 2 تا گزینه دارم. چه فکرشو میکنم؟ هفته پیش رفته بودیم خرید. والا من یه 2 ماه دارم میگم چی بپوشم ولی هیچ حرکتی نکردم. فکر می‌کنم 3 ماه پیش لباسم مشخص کردم. من با حسین صحبت کردم، من حسین وقت نداره که در موردش صحبت کنیم. همش میگه شبش. در کمد باز میکنم یه لباس انتخاب میکنم، بعد شیما میگه نه این نه. نصف اتاقم لباسه. من میرم اونجا نگاه میکنم چیزایی که بذارم میاد همونجا میپوشم. من نمیدونم واسه شب یلدا چی بپوشم. شب یلدا چه؟ Yalda is red for sure. قرمز. قرمز.
red. همه گفتن قرمز نه؟ همه میگن قرمز. سبز. شب یلدا دیگریه. همون مشکلی که گفتم بعد میرسیم به سبز. آبی. دلیل ندارم. قرمز رنگ لباسم. قرمزه؟ نمیدونم قرمزه بکنم. قرمز تیره. سازم بگی سبز چون حالا نماد خانواده دوره هم. سوال سختیه. انار. نمیدونم. انار. Anar, all the way. بدونه. انار آقا انار. Watermelon. هندونه. انار. گفتم دیگه هندونه. انار. واسه ای؟ چیلک جز مبارک. مرسی. مرسی.